نمازم دیر شد، باش کمی نماز خدا بخونم که قضا شد. مادر جان تلویزیون باید پخش کن، نماز میخونم. رحمان رحیم مالک یوم الدین. کدیم باز چی یادت آمد مادر جان در وسط نماز خواندن؟ حال تو نماز خلاص اومد دیوانه میکنه. اهدنا الصراط المستقیم. به خدا این راه مستقیم میره، مستقیم میرم، در کارش کس کار نداره. باز نماز تو بخون، باز بدن بگو یاره. الله اکبر الله. یک صوت است برات میگم، زیر دیگه گل کو اشاره دادم میرم، مستقیم گفتم میرم، نمیری زیر دیگه، نمیشنوی کار هستی. اون سوخت دیگ سوخت بوی دیگه نمیفهمی. نمیفهم در وسط عبادت چرا به کشالو تو فکر میکنی؟ حال تو داری مسخرگی میکنی؟ با رسول الله مسخرگی میکنی صلی الله علیه و سلم؟ با شاعر اسلام تو مسخرگی و ساتیری میکنی؟ بالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، بازم نکنید. قد کفرتم بعد ایمان، بعد از ایمانت کافر شدی. بخاطر چی کافر شدی؟ بخاطر استحقاق